اینجا ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه مرغاب. روزی که گذشته است از یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. از رسول غمزاتف میپرسد که پسر من با شما با کدام زبان صحبت کرد؟ رسول غمزاتف میگوید پسر شما با من با زبان فرانسوسی صحبت کرد. می توانید در ادامه برنامه یک چند ضرب المثل برای ما قرائت کرده باشید؟ دل مادر با فرزند، дел فرزند با فرزند. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскромленный в неволе орел молодой. آدمان از دست یابان پخت، دشمن آرد بر مردم روز سخت. من فهمیدم که آن مرد از من هم کریمترین آدم است. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بی خود دلتنگم مکن. شما از روی کدام نامه اشتراک میکنید در آزمون فروغ سپیدانه کتاب است؟ ادبیات کودک و نورسان. ای خواجه مرغ من، نه کپکم و نه بازم. Skyskraper is not riding to winter and going to ants. وطن در هر کجا آمد به سرفارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار. این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کن در او نگری. زند و پازند و اوستا داشتیم، در جهان ما تخم دانش کاشتیم. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست، هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. درود بینندگان عزیز و ارجمند، اینجا ولایت مختار کوهستان بدخشان، ناحیه مرغاب و البته در تمام گوشه های تاجیکستان امروز دور اولی آزمون جمهوری فروغ سپیدانه کتاب است آغاز گردیده است. اینچنین در این ناحیه دوردست خوانندگان و اینچنین آموزگاران که میل به کتابخوانی و شعر سخن و ادبیات دارند در این آزمون با نفوذ اشتراک میکنند و این زمان در اینجا قرار دارند خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9، اینچنین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 و اینچنین رقم 1 ناحیه مرغاب. و البته ما میخواهیم برای شما معلومات دهیم که در این ناحیه دوردستترین نیز آزمون فروغ سپیدانه‌ای را قدر میکنند و این آزمون را پاس میدارند و البته ببینید که در اینجا نیز اشتراکچیان خیلی زیاد هستند و ما از میان آن همه اشتراکچیانی که در دور اولی آزمون اشتراک کردند یک چند نفر را انتخاب کردیم و همراه آنها صحبت خواهیم کرد. با بمانید. این حال بینندگان عزیز صحبت را با یکی از اشتراکچیان آزمون فروغ سپیدانه‌ای کتاب است آغاز میکنیم. مرحبا. ای فروغ سپیدانه‌ای درود، جشن زن ای زندگی ای زنده رود.
من مسکی و تخمینه خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینی صاحب نظر در ناحیه مرغاب هستم. در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک اشتراک نمودم و سزاوار جای اول گردیدم. در دور ولایت را خط گرفتم. زیاده از 156 غزل، 153 رباعی و دو بیتی و دیگر نوهای شعری را از یاد کرده ام. غزل از بدرالدین هلالی: ای شیخ مکش عاشق خونین جگر را، شیخی مکن انگار که کشتی دیگر را، خواهی که زی هر سه نظر سوی تو باشد، زینهار مرنجان دل صاحب نظر را، زین پیر فلک هیچ کسی یاد ندارد، ای تازه جوان همچو تو زیبا پسر را، روزه که دری وصل برایم بکشایی، از عالم بالا بکشایند در را، از گوشه میخانه برون آی هلالی، شاید که ببینیم بوتی جلوه‌گر را. تشکر میگیم تهمینه بانو، خیلی قرائت زیبا و بینندگان عزیز واقعا در این ناحیه دوردست نسبت به شعر و سخن، نسبت به مقدسات ملی، نسبت به زبان دولتی خیلی ارجگذاری می شود و چون که عیان گردید تهمینه بانو یک غزل هلالی را بسیار هم زیبا قرائت کردند و گفته می توانید که شما بجز از ژانر غزل باز کدام ژانرها را که مثلا شرط های آزمون همین است که باید شما 120 رباعی و دو بیتی از بر نمایید، این داستان و قصیده بله. و دیگر انواع شعر را از بر نمایید. بله. باز هم در ادامه صحبت می توانید شعر قرائت کرده باشید. رباعی از حافظ شیرازی: زینگونه که این شمع ایروان می سازد، گویی ز فراق دوستان می سازد، گر گریه کنیم هر دو با هم شاید، که را و مرا رشته جان می سازد. آفرین. خب شما می توانید باز هم در ادامه این برنامه که معرفگری استعدادها در آزمون فروغ صبح دانایی می باشد، با این قرائت زیبا چند رباعی از عمر خیام قرائت کرده باشید. روزی که گذشته است از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، خوش باش کنون و عمر برباد مکن. غزل از امیر خسرو دهلوی: گل به تماشای سمن می رود، باد به گلگشتی چمن می رود، آینه گشته است عکسی سمن، آب که در روی سمن می رود، دوش شنیدم که به هر مجلس از دهنی غنچه سخن می رود، وقتی بهار آمد و هنگام گل، آه که یار از بری من می رود. تشکر تهمینه بانو و ما مطمئن هستیم که شما باز هم با مطالعه زیاد و با از بر نمودن شعرهایی که در نظامنامه آمده است و آن قصیده و داستان و اینچنین اثرهایی که در نظامنامه جایگیر شده است شما می توانید که پیروز گردیده باشید. خب مرحبا، شما خود را معرفی کنید. من قینر و ایزرک تجربه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام اتابایف عدلبک بکیرویچ در ناحیه مرغاب تحصیل می نمایم. من به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از رای نامیناسیون ادبیات جهان اشتراک نمودم و پارچه از اثر داغستانی من مؤلف رسول غمزاتوف. وقتی که رسول غمزاتوف از ایتالیا به وطن خود برمیگردد، مادری هموطنش را یافته به او خبر می کند که فرزند او زنده است. مادرش خیلی خرسند می شود و از رسول غمزاتوف می پرسد که پسر من با شما با کدام زبان صحبت کرد؟ رسول غمزاتوف می گوید پسر شما با من با زبان فرانسوسی صحبت کرد. بعد مادرش می گوید پس پسر من کیها مرده است برای آنکه او زبان مادری خود را فراموش کرده است. شعر تاجیکستان مؤلف حبیب یوسفی: چون قلم گیرم به دست از شفق جان، تا سرایم شعریاکی داستان، نام تو اول بیاید بر زبان، تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان. به تو مشکل است خوشخوانی مرا، منبع الخام و الخانی مرا، قوه دل شیره جانی مرا، تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان. من از من بیت و گلنیزی گسل بکم نه
خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام عبدالقادر احمد شریفوف در ناحیه مرغاب تحصیل می نمایم. من در آزمون فروع صبح دانایی اشتراک نموده از روی نمیناسیون خواندن و ایجاد کردن ادبیات کودکان و نورسان. شعر یوسف جان احمدزاده، تاجیکستان. تاجیکستان مادر من، تاج طلای سر من، حسن تو شفق بخارم، مهر تو بال و پر من. تاجیکستان داستانم، خانه من آستانم، آبیردت فیض عمرم، کسارت پاسبانم. البته در نامینه ادبیات کودکان و نورسان ضرب المثل نیز وارد گردیده است. می توانید در ادامه برنامه یک چند ضرب المثل برای ما قرائت کرده باشید؟ دل مادر با فرزند، دل فرزند با فرسنگ. مهر در چشم، 5 انگشت برابر نه. ناکردکار با تو با این کار چیکار؟ هر گل یک بیه، تقی کاسه نیم کاسه. کاری امروزه رو به فردا مگذار، کاری شب خنده رس. به اسب خوب یک قمچین، به اسب بد 100 قمچین. 7 بار چین کن 1 بار بر. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. من خدا نظر و ایور سلطان، خواننده صنف 7 بی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینف صاحب نظر می باشم. طول 3 سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمیناسیون خواندن و ایجاد کردن اشعار بچگانه و آثار شفاهی در سطح ولایت اشتراک می نمایم. منتداری خیش را به پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان می رسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمون ها را فراهم آوردند. داستان از میر سید میرشکر. نشستم دش با مردی کهنسال، عجب پیری سخن بر بود خوشحال. بود از پامیر آن پیری خردمند، حکایت کرد بر من شاد و خرسند. شنیدم من حکایت های را، به نظم آورده بنوشتم در اینجا. شنیدم از پدر این داستان را، پدر بشنیده از بابایش آن را. ولی بابا ز باباهای دیگر، شنید است این حکایت را برابر. هزاران سالها گویا از این پیش، به وقتی مردنش یک پیر درویش. به یاران کرده است انسان روایت، کمی از سرگذشت خود حکایت. در ایام جوانی دستانم، که محکم بود زری بازوانم. برای صید روزه رفته بودم، پی آهوی کهی گشته بودم. گذشتم از خیابانها و کهسار، مدارم رفت و افتادم چو بیمار. 2 روز و شب ندیدم راحت و خواب، دلم شد خسته و لب تشنه آب. نگاه کردم که از کهسار برفین، به سویم گشت جاری آب زرین. دویدم جانبی وی با دل شاد، ز رنج تشنگی تا گردم آزاد. میتونید برای خوشحالی بینندگان یک لطیفه نقل باشید؟ بله. افندی روز به دانشگاه می بیاید، چون آنها دانشگاه را ختم کرده بودند. وقتی که افندی به دانشگاه می بیاید، همه همکورسانش دیپلم سرخ را می گیرند، ولی افندی باشد دیپلم سبز را می گیرد. خیلی خجالت زده می شود
و به همکورسانش میگوید چون من خیلی اعلی خوان بودم دیپلم سبز را گرفتم، اما همکورسان او ندانستند که او مرد خیلی دخان و بدرفتار بود. هاشمی منیره، من خواننده صنف 8B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام عادلبک عطاباєв بکیر را تحصیل میکنم. من از نامیناسیای ادبیات معاصر تاجیک اشتراک کردم. وطن سیریشت من، بقا و سرنوشت من، زمین زردهشت من، بهشت من، محبتی تو رنگ و رنگ، شکفته روی سنگ تو، 100,000 آرزو، 100,000 رنگ تو. من ستاره و انیسه خواننده صنف 5A مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام عطاباєв عادلبک بکیرویچ ناحیه مرغاب می باشم. من در آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است از روی نامیناسیای ادبیات جهان اشتراک میکنم. یک شعر الکسандр Сергеевич میخوانم. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскромленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровою пишет клёт под окном. Клёт и бросает, и смотрит окно, как будто со мною задумал одно, и зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: давай улетим. Мы волны птицы, пора, брат, пора. Где за тучей белет гора, где синеют морские края, где гуляет ветер дая. شعر میرسید میرشکر. وطنم به نام تو سر کردم، شعر و غزل خود را نو زفارت کردم هر دم. الهام دهد بر ما فرزند تو هستم من، جنبات فدای تو، پیمان نفس کشیدم من در راه وفای تو. هر کوه و کناری تو گنجینه حلق ماست، خراب روانی تو گنجینه برق ماست. Александр Пушкин Сергеевич. Цветок засохший, безуханный, забытым книги вижу я, и вот уже мечтаю странной, душа наполнилась моя. Где свел, когда, какой весною, и долго ли свел, и сорванки, чужой знакомый ли рукою, и положен сюда зачем, на память нежно ли висит Даня, или разлуки роковой, или однаково гуляние в тише поле в тени лесной, и так жевали их нынче в головах, или они уже увляли, как синий неведомый цветок. من کچکنبایف عبدالوحید خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام عطاباєв عادلبک بکیرویچ می باشم. من از آزمون جمهوری از روی نامیناسیای ادبیات معاصر شعری میرزا ترسنزاده. ما سفر داریم با امر وطن، با سپارش‌های خلق و خستان، دستوری دستجه داریم و آزادمان گفتاری داریم و آدمان از دست یابند بخت، دشمن آرد بر مردم روز سخت. مرام فضل و زیبایی کتاب است، چراغ محفل آرایی کتاب است، به هر درد توانایی کتاب است، انیس کنج تنهایی کتاب است، فارغ صبح دانایی کتاب است. من محمدجان و نظربخت خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینیف صاحب نظر ناحیه مرغاب می باشم. من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیای دوم خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک اشتراک می کنم. غزل از حافظ شیرازی. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لیلیان شیخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خانه یغما را. من از آن ری رزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دستر دارند،
جوانان سعادتمند پند پیر برنارم. حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جای، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و دور سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. از کمال خواجندی: دل مقیم که جانان است و من اینجا غریب، چون کنم بیچاره مسکین تنی تنها غریب. آرزومند دیار خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نافتادی چه دانی حال ما، مهنت غربت نداند هیچ کس الا غریب. هرگز از راه کرم رز نپرسیدی که چیست، حال زار مستمندی مانده دور از ما غریب. چون در این دوران نافتد کسی بر حال ما، در چنین شهری که میبینی که افتد با غریب. در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال، وا غریبی وا غریبی وا غریب وا غریب. تشکر. اینچنین در نامینه ادبیات کلاسیک تاجیک اثرهای نثری نیز وارد گردیدند که در آنجا خیلی پند و اندرزها و حکایه های ماندگار، البته من گمان میکنم که خیلی زیاد از بر کردید. پس میتوانید در ادامه برنامه یک حکایه کوتاه پندآمیز برای بینندگان نقل کرده باشید. حکایه از جامع الحکایات. کریمترین آدم. رز حاتم طی را پرسیدند: آیا از خود کریمترین آدم را دیده ای؟ گفت بله. رز از نزد یک دهه گذشتم و در آن دهه مرد کهنسال با پسرش زندگی میکرد. آن مرد کهنسال تنها یک گوسفند داشت و چون من را دید آن گوسفند را بهر مهمانش کشت و آن را برای ما کباب کرد تا اینکه ما سیر شویم. و از همین وقت من فهمیدم که آن مرد از من هم کریمترین آدم است. من اسدالله و نرگیزه در صنف یکم گروه تاجیک میخوانم. شعر صدرالدین عینی. سحرگاهانی که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان که نباید هر شب. شما هم در نوا آید باید که تا از باغ من و گل شاید. سحرگاهانی که گلستانی دابستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید، چرا در کنجی بیکاری نشینید؟ چی خوش گفته از یک دانای اسرار، و گفتار گوش میدار. زی بیکاری خدا بیزار باشد و اخلی ایزید کاریار باشد. بیایم ای شریکان در خانم و بیکاری و نادانی نمانیم. از فیضی از داخان از مکتب، بر للی عرفان نان از مکتب. به جان جسارت را قدر نباشد، جسم از انسان جان از مکتب. از مکتب آیم آسایش دل، مرغوب دل خازان از مکتب. به مکتبان را دبوم حیات، آب از مکتب نان از مکتب. عزیز از مکتب خیر از مکتب. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بی خود دلتنگم مکن. گشته در سفر باز آمدم، باز در نزدت پرواز آمدم. هر کجایی که خواب کردم خیستم، هر کجایی که بود جای زیستم. این دل من منزل یادت بود، یه دوری حسناباتی تو بود. محمد روزا و بیبی زیده، خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 با نام احمد شریپوف عبدالقادر می باشد. شعری امین جوشگاهی تاجیکستان. مکان بی غبارم تاجیکستان،
امید افتخارم تاجیکستان. در آغوش تو هستم شد خورم، بر دل جان تو دارم تاجیکستان. نمود حزمت را از دل و جان، دیاری نام دارم تاجیکستان. شعری میر سعید میرشکر، تاجیکستان. جان تاجیکستان فرزندت هستیم، در خدمت تو کمر ببستیم. گوشن بختت که به خزان است، چون عمر مایان دایم جوان است. شعر معلم. چشم دارد این زمان در مملکت آموزگار، تیرگی را دور سازد نور بخشد روزگار. قدیر حیل بلند کردید اندر این زمان، نیست مثل او کسی بالا نشین در هر مکان. شما از روی کدام نامه اشتراک میکنید در آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است؟ ادبیات کودکان و نورسان. تا این دم چند شعر را ازبر کردید؟ 70. 70 شعر. و بیاید یک شعر کودکانه را برای بینندگان قرائت کنید. شعری رحمان فردی. تا هستیم و هست کتاب، نمانیم از دست کتاب. از همه نخست کتاب، مهربان و دست کتاب. تشکر میگویم از خردسالترین اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است، از جمله نرگیزه که چند شعر استاد سعدالدین عینی و میرزا ترسونزاده را خواندند. و من گمان میکنم که باز هم با آموزش زیاد و با خواندن شعرهای تاجیکی باز هم این زبان شیوا را خوبتر و بهتر ازبر میکنن و مطمئنیم که در آزمونهای آینده با بهترین قرائت این دوسترویکان آبروی ناحیه مرغاب و خاصتا تاجیکستان بیشاسا را بلند میبردارند. فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. بینندگان عزیز، چند لحظه ما و شما شاهد بودیم که خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های گوناگون ناحیه مرغاب خیلی در این برنامه واقعا فعال بودند. از روی همه آن نامیناسی‌هایی که در آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است هستند، اینها برآمد کردند و البته حتی با زبان‌های خارجی نیز شعرها قرائت کردند. ما مطمئنیم که با آموزش زیاد، با خواندن زیاد و رو به کتاب آوردن باز هم اینها در جاده علم و فرهنگ موفق خواهند شد و علل خصوص در این آزمون با نفوذ با مطالعه بیش دست بالا خواهند گشت. خوشا دستی که بر دست کتاب است، خوشا مستی که سرمست کتاب است. بینندگان عزیز، چون که شما شاهد بوده در قسمت اولی برنامه خوانندگان خیلی شعرها را زیبا قرائت کردند و البته حکایه ها را نیز خیلی نقل زیبا کردند. اما بودن در میان آنها نورسانی که در قرائتشان نقص بود و من مطمئن هستم که با دستگیری آموزگاران فن زبان تاجیکی این کمبودی ها برطرف می شود و باز هم آنها در آزمون های آینده با یک زبان برا و شیوا یعنی که شعرها قرائت می کنند. و البته در این قسمتی برنامه نیز باز هم صحبت می کنیم با دیگر اشتراکچیان که اشتراکچی آزمون با نفوذ فروغ سپیدانوی کتاب است در سال 2023 در ناحیه دوردستترین تاجیکستان مرغاب هستند و مرحمت خود را معرفی کنید. خوشتر ز کتاب در جهان یار نیست، در غم کده زمانه غمخوار نیست. هر لحظه از بگشه تنهایی، صد راحت است و هرگز آزار نیست. من یعقوب وسورچی متاجیونا، خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینی صاحب نظر، اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی می باشم. طول 3 سال است که من از نامیناسی بچگانه اشتراک میکنم. شعر از جلال الدین بلخی. ای خواجه چه مرغم من، نه کپکم و نه بازم، نه خوبم و نه زشتم، نه اینم و نه آنم، نه خواجه بازارم، نه بلبل گلزارم.
ای خواجه تو نامم نه تا خیش بدان خانم، نه بنده نه آزادم، نه موم نه پولادم، نه دل به کس دادم، نه دلبر ایشانم. من اسلم خانم دانش، خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینیف صاحب نظر می باشم. من اشتراک کننده آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نومیناسیون ادبیات جهان اشتراک میکنم. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтелась, и ты, печальная, сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один желтеет, и эль сквозь ини зеленеет, и речка подо льдом блестит. Inchini man با زبان انگلیسی شعر میخونه. And once one upon George is lived in one grasshopper. Grasshopper is very live music. All days grasshopper play in violin. One day coming is winter. Grasshopper is not ready to winter and going to ants. Ant is given to grasshopper as many food and all summer grasshoppers play into violin. من فیض‌الله بک و ادیسه خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینیب صاحب نظر در ناحیه مرغاب تحصیل میکنم. من اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمونت سیوم از یاد کردن آثار ادیبان معاصر و ادبیات شفاهی. من میخواهم غزل از ابوالقاسم لاهوتی درباره وطن قرائت کنم. وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو. اما دادی وطن خواهی زنند اما نمیدانم وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. وطن را فتنه مسدد نشینان داد بر دشمن و یا این مردمی بدانشی بازار یا هر دو. کمندی بندگی بر گردنی بیچارگان محکم، زبندی سبع شد یا رشته زنهار یا هر دو. به قتل و غارت دهقان استثمار زحمت کش، فقط مسجد بود بانی و یا دربار یا هر دو. شعر میرزا ترسونزاده وطن. بهار آمد ز عمرم باز یک سال دیگر بگذشت، تمامی زندگی هایسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سرفارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. به وقتی بازگشتن چون رسیدم در حدودت من، ز سر تا پا شدم مفتون و شیدایی نمودت من. به آواز درودت من، به آهنگی سرودت من، شدم شیدای مفتون و درودت من. بنده نریمان بلبلزاده هستم، خواننده صنف 7 ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینیف صاحب نظر در ناحیه مرغاب تحصیل میکنم. طول 3 سال است که من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از روی نومیناسیون یکم خواندن و از یاد کردن آثار بچگانه و ادبیات شفاهی می باشم. پارچه از داستان از ابوالقاسم فردوسی. نگاه کن بدین لشکری نامدار، جوانان شایسته کارزار، ز بهرو بوم و فرزند خویش، زن و کودکی پیوند خویش. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. ممکن است که برای تماشابینان یعنی یک لطیفه را نقل کنم. افندی وقتی که به شهر می رود، زنش به پسر تولد می کند و در وقتی که افندی به زنش زنگ میزند میگوید که زنک جان صورت همان پسر من را به من فرستید. بعد زنش ناگهان صورت یک مرد ابش را میفرستد.
و وقتی که افندی میبیند به گریه میدرد و به زنش با زنگ میزند، میگوید که زنک جان تا آخر شرم نمیداری، خانه مرا سوختی، دیگی مرا سوختی، سیاه کردی، لگندی مرا سوختی، دیگ و طبق مرا سوختی، کم نبود که فرزندی مرا هم سیاه کنی. یک لطیفه دیگر، افندی به بالای بام خود میبراید و انتیدش را رنگ میکند، بعد هم سایش میبرد عجایب به آن نگاه میکند. تو چرا امین انتید خود را رنگ میکنی؟ افندی در را جواب میدهد چون که تلویزیون من چارنبل نشان میدهد. من مکیم شایف جهانگیر، خواننده صنف 6 به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 به نام سینیف صاحب نظر در ناحیه مرغاب تحصیل میکنم. من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون دوم خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک میکنم. من منتاری خود را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما کودکان نورسان چنین آزمون ها را تشکیل نموده است. من به افسالان خود توصیه میدیم که آمده در چنین آزمون ها اشتراک کرده دانش خود را صیقل دهند. شعر از حافظ شیرازی. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشته نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. در ضمیر گردون افسانه است و افزون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روز تفقد کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. هنگام تنگ دستی در عیش کش و مستی، که این کیمیای هستی قارون کند گدا را. خوبان پارسیگه بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. حافظ بر خود نپوشید این حرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. رباعی از ابو عبدالله رودکی. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کار و کرر نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کن در او نگری. همچو دریاست و ذهن نکوکاری، کشتی احساس تا بدان گذری. خلق تاجیک از تبار آفتاب، نور پیوندیم ما از اهل کتاب. زند و پازند و اوستا داشتیم، در جهان ما تخم دانش کاشتیم. بینندگان عزیز و ارجمند، چند لحظه صحبت داشتیم با اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در دوردستترین ناحیه، یعنی که در ناحیه مرغاب. و چون که ما و شما شاهد بودیم در اینجا اشتراکچیان و خوانندگان خیلی فعال بودند و البته همگان از روی نامینه‌ای که انتخاب کرده اند شعرها، لطیفه ها، ضرب المثل، غزل، قصیده و دو بیتی و داستان قرائت کردند و این چنین از روی نامینه ادبیات جهان با زبان انگلیسی و روسی نیز اینجا شعرها قرائت کردند. از این برمیاد که در این ناحیه خیلی و این آزمون با نفوذ ارج میگذارند و این آزمون با نفوذ را میخواهند که باز هم در سطح بلند یعنی که برگزار کنند و ما تمنا میکنیم که آنهایی که در اینجا در مرحله اول اشتراک کردند باز هم در مرحله های نوبتی در ناحیوی، ولایتی و اینچنین در جمهوریوی نیز اشتراک کرده باشند و با امید آن که همیشه تاجیکستان عزیزی ما با چنین کوهسارهای سربلند و با چنین منطقه‌های زیبای خود سرسبز و آباد و زیبا باشد، برنامه نوبتی خوان ادب را در دوردستترین ناحیه مرغاب به انجام میرسانیم. تا دیدار دیگر سرفراز و کامیاب و موفق باشید. خیر. آرزویم غارمانم افتخارم ای وطن،
آبرویم شهن و شانم اعتبارم ای وطن